میگم من میتونم بهش حمله کنم، اینطوری وارد قلمرو ما میشه. کار انقدر کوچیکه. این عقاب ماهیخواره، چقدرم خوشگله. یکم بیه جلوتر، یکم دارم دیدش رو تصور میکنم، خیلی باعث قدرت میده بهم بالا. نه همچنان از به آبیه که خیلی خفنه. میخواستم عکس خوب ازش بگیرم. عجب چیزی گرفتم. اون رفت اونوری این هم رفت کردیم. خیلی حال میده. تقریبا میشه گفت اینجا سافاری توی آبه که تو همه گونه جانور وحشی و اهلی همه رو با هم می‌بینی. خیلی خفنه. فکر نمی‌کردم اینقدر قایق سواری توی دریاچه نایواشا به بچسبه، حال بده. اصلا فکرش نمی‌کردم. خیلی داره بهم کیف میده و واسه همتون آرزو می‌کنم یه بار اینجا تجربه کنید. آره قشنگ منتظر بود من گوشی رو بذارم کنار. خب این شقایق درسته گوشی خودش کنار. خیلی شبیه قاب ماداگاسکاره. من آخرش رو گرفتم. دارم تلاش آب میکنم. خوشگله. آره کانتون مانتون داشتم میگفتم که آره شب من خیلی ناراحت و نگران بودم از اینکه من عملا اینجا و اسب آبی رو کامل ندیدم، با اینکه من تنها کسی هستم که خمیازه اسب آبی رو اینجا فیلم گرفت و فیلم داشت ازش، هیچکی حواسش نبود ولی من برای شما گرفتم. بعد آره شب اسب آبی به صورت کامل میاد بیرون برای که غذا بخوره و من اونجا براش فیلم و عکس میگم کلی. اینو یادم رفت با من همراه باشید در آفریقا. از خاره این درخت‌ها چند استفاده میکنه؟ خلالانی. یکیش خلالانی دقیقا. خب قیافش هم میخواد فارغ از تربیت که به نظرم خیلی خشونت آمیزه. یکی دیگه اینه که اگه خار ریزی تو پای شما بره یا زخم بشه توی جنگل که دارید فکر میکنی میتونیم به وسیله اینا اون خار ریزی رو در بچه ها فردا نیست، من فقط لباس هم عوض کردم. کوش اونم میاد.
صداش که صدا گربه است. حوالات میخوام یه نکته جالب بهتون نشون بدم. بذار دیدی؟ نگاه کن یه چیز آبی داره. آره همونه دقیقا همونه. اینجا تکیه بدم اینجا رو فیلم بگیریم. شاید بگین چرا اینو زیر این پوشیده. برام مهم نیست اصلا. برنده چیه؟ که میخوای بادم زمین بریدی. ما آروم میذاریمش. مگه نمیذارم بهشون مزه بدم؟ آره نگاه اونم کرد. وای خدا آقا منم میخوام کانتولی. من سرکه نمکی دوست داشتم. این شیرین تکان بیشتر ندارم. دست بده نه همون که نفسی رو عصبیش نکنه. حیات وحش رو ما فیلم برداری کنیم. بیا برو جدا کن اسکو. میگه نه یا اینجا چیز بخور. چیز اکونا ماتاتا بابا آروم با. من میرم الان میام پدرت در میارم. این داره میگه بابا ول کن. بیا ای بابا بریم بخوریم. بچه‌هایی که لباس محلی پوشیده دوستان از اکونا ماتاتا هست که اونم نگاه میکنم. نه لباس خوب نیست. من کارتو گرفتم من وسایلمو بذارم بیام از غروب براتون یکم فیلم بگیرم. شاید جذاب باشه براتون. از طلوع تمام تلاشمو میکنم که از طلوع براتون فیلم بگیرم چون شدیداً دوست دارم که طلوع ببینم. واقعا بتونم براتون از طلوع فیلم بگیرم. امیدوارم که بتونم یعنی بیدار بشم از اینکه اینجا طلوع میکنه که شکی نیست. خیلی ویو این هتل خفنه. اسمش کم سخته. اسمشو یاد گرفتم بهتون میگم که ادیتور بنویسم. من اومدم تو اتاق یه سری چیز بردارم یه چیز بذارم و اینو بردارم ببینم که میمونا اینو دوست دارن که بیان بخورن. شکلاته که داخلش هم مغزه. من پرسیدم همه چی میخورم. بعد اینکه من آب بردارم ولی یه مشکل هست. 2 تا بطری اینجا هست که نمیدونم چی هن. و اصلا نزده که آب چیه. نمیدونم. بذار باز کنم ها. نه
در واسه ماشین آبه مرسی. آبه من که سال 5 آوردم میگم آبه بابا یه بار فهمیدم آبه. امیدوارم که برسم با آذوقه‌ای که آوردم. نیستم اونجا من تاپ بازی هم دارن میکنن همه. من که کلی تاپ بازی کردم خیلی ولی تابش حال میده. برم از مارتی چند تا بگیرم. از اون آهوار همش پشتشون دوست از میره فقط چون دستم تایید رفت بچه من دارم عکس میگیرم. بکن تو حیات هتل اینجوری گورخر همینجوری داره میتره چون که من خیلی لذت برم چشم در من حس میکنم داره احساس خطر میکنه. هندل مدل هستیم احترام میکنم. اصلا مهم نیست به چی اعتقاد داری چی کنیم. میتونیم چی دوست داریم بخوریم نخوریم. من الان دیگه جلو نمیدونم بایده برم تایم به شامه و داریم هم گوشی بزنم تو شارژ حداقل از شام هم براتون ویدیو بگیرم ویدیو داشته باشیم. همین الان خبر دادن که اسب آبی اومده تو محیط. من اصلا یکی از دلایلی که پا شدم اومدم همین بود. دیوونه اینم که اسب آبی رو کامل ببینم. مثلا همین دارم جنگی میرم بعد داد میزنم اسب آبی اومده بیاین تو غیر اسب آبی با خدا هنوز باورم نمیشه. نگاه من میتونم اینجوری بگم. آره اون اشش گارد اونجا نمیدونم آدمه یا گارده ولی چرا قوه دست که داشت میده آره گارد داره واسه میخواد دورشون کنه بابا دور چیه بگو بیان بکرم ببینی داره دورشون میکنه. بابا دوره خود اینا اگوری پگوری ولی اصلا معلوم نیست که اسب آبی یعنی همه سری موجودات گنده داریم ببینید که حدس میزنه اگوری پگوری چقدر تو انسان با شرفی هست. عکس نمیشه من دارم میدونم یه 150 تایی گرفتم دیگه ایشالله. من میتونم بهش حمله کنم چون این داره وارد قلمرو ما میشه. تشخیص بدم ولی این جلویی نره خطرناکترن یا ماده ها؟ میگم من میتونم بهش حمله کنم این داره وارد قلمرو ما میشه.
یکی دیگه هست. نگاهش کن خودم. خفن‌ترین چیزی که امروز میتونستم ببینم به خدا همینه، به خدا همینه. یعنی اصلا من بخشی که اومدم به خاطر این احساس خطر کردم فکر کنم. بچه‌ها مثل اینکه حالا تا اینجا همونه، ولی از اینجا به بعد یه مقدار تغییر داشته. منم که عشقم ذرته. اینم باز همون سیب زمینیه، مخلفات، چیکن، آره مرغ اضافه کردن. این فکر کنم ماهیه، اونم بررس. I'm sorry, this is beef? No? خب نه بیف نیست. و دسرا دسر جدید بیام سریع ببرم. و این چیز خفنی که خوردم و پودینگ شکلاته که خفن ترین بوده بین همه اینا. خیلی خوشمزه. این هم که سالاد میوه است. اینجا هم یه سری خیارشور و چیز میز داشت، لیمو، این زیتون داره. تقریبا میشه گفت هموناست تقریبا. این چیزشون میکنن دوباره از اول میچینن، ولی تقریبا میشه گفت هموناست. چرا؟ که دیگه میخوام بگم سیب زمینیه با پنیر با بادمجون گراتنه تو عاشق سبزیجاتم. من اینجا برای ذرت دیگه نداریم اینجا چیزی. پاستا برای درست میکنه هر چی که بخواد همه رو پاستا همینجا برای درست میکنن با همه این هر پاستایی که دلت بخواد. اوه چه با سلیقه. این کالاماریه، ماهی کالاماری، مرغ فکر کنم. بله ولی با سس لیمو. یه لیمو کنار اول برداریم و میریم سراغ مرغ که یه قسمت از روبرونش رو پیدا کنیم اگه خدا بخواد. بله اینجا این چیه؟ چاپاتا. این خیلی خفن. در چاپاتا با روغن اسنچی خمیر روی این گریل ریخته میشه و روی این درست میشه، ولی اون شکل گریل شدهش مثل یه اطلاق شکل توست میده. اینا چیه؟ اینا بررس. Yes, thank you. این گوشت بررس با سس سرو میشه. Thank you. این سس باربیکیو بزن. Thank you very much. آخه سری پیش اومدیم فکر کنم خوک بود. بله. آره. منوی زور با شام لرم میکنن. زور پورک سرو میکرد. الان لرم داری سرو میکنن. البته زور هم لرم داشت. ولی در کل دسر رو بذاری بعدش دسر هم کلا برای شب تغییر میکنه. آره. دسر شب و صبح کلا. چرا اون انقدر چشمک میزنه؟ من میگم همینطور ولی مومین شده. سلام. زیتون هم اضافه کرده شام. روغن هم گذاشته. دوانه سکون میکنه. اینا دوست ندارم. اساس سالاد بوده. سس نعناش تند بود ولی این کلا پیشنهاد میدم. این سس چیه؟
ویناگرته یعنی چی؟ یه سوسکی با لیمو درست میشه و یه طعم ترش باحال داره کنار سالاد. اون طرف خیار شورم داره، بعدش تو هم دیگه این آخریش باشه. چیز دیگه احتیاج نداریم، ولی من یه دونه از این بیسکویت‌ها برای میمونای فردا. بکنم دیگه تموم شد دیگه. آره. این چیه؟ سیره. سس نعنا، سیر. این چه شبیه بوره است. این چیزه. چی فارسی بهش میگی؟ هیچی با من نمیزنه، دارم خودم هست. ولی منتظرم این چه غذاشو چیز کنه، تمام کنه، منم بشینم. عاشقانه های دو عدد کنیایی این به این اشاره میکنه، بهش میگن تو هاکونا ماتاتای منی، اینم میگه برو بابا هاکونا ماتاتای من توی عوضی. اینم میخونه با در قفلت بسر میوردی میگم سوله بسیدی. تقریبا همه رفتن خوابیدن. من الان فلش رو خاموش میکنم ولی همه رفتن خوابیدن، فقط من بیدارم، یعنی اومدم بیرون. گفتم براتون از اینجا بگیرم بدون فلش. هیچ کسی نیست، یعنی ممکنه الان یه حیوانی چیزی بیاد و اینجا همه نوع حیوانی هست که بیاد ببره درود. فقط من برام جای تعجب داشت که الان میمونا کجا رفتن، کجا خوابیدن. حیف نور، این کم نور بودن اینجا اجازه بهم نمیده که من قشنگ براشون عکس و فیلم بگیرم. الانه که وقتی که باد میخوره به درخت‌ها چقدر خفن میشه. همونجا برای یه بخشی از صداشو بگیرم داشته باشید چون صداش هم خیلی وحشت. یعنی این ویو دقیقا ویو کارتون ماداگاسکاره، یعنی تا میبینیش یاد همون میفتی. خیلی قشنگه. خیلی